علت مرگ نغمه در امریکا فاش شد. نغمه یا شاپیرای چگونه در امریکا وفات کرده است؟ نغمه چند سال سن داشت؟ شوهر دوم نغمه کی بود؟ دلیل دوری وی در این اواخر از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. خانم نغمه یکی از هنرمندان پیشکسوت در هنر موسیقی افغانستان از ولایت زیبای کندهار از مادر پشتون و پدر دری زبان به دنیا آمده است. نغمه تا سن 6 سالگی در عینومینه کندهار بزرگ شد. وی رخت سفر با خانواده‌اش به کابل بست. تحصیلات دوره لیسه را در کابل به اتمام رسانید. نغمه در سن 18 سالگی با منگل یکی از هنرمندان موفق در آن زمان ازدواج کرد. ثمره ازدواج نغمه با منگل 5 فرزند بوده است. نغمه آهنگ‌های فراوانی با شوهرش سرود که تاکنون آهنگ‌های نغمه با منگل ماندگار و جاودان بوده است. نغمه در سال 2006 از شوهرش منگل جدا شد و رهسپار کشور امریکا شد. در آنجا با پسر یکی از رهبران مجاهدی افغان ازدواج کرد. نغمه سفرهای متعددی به پاکستان و دبی همه ساله می داشت و کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفداران هنرش برگزار می‌کرد. جدیداً بگو مگوهای فراوانی در صفحات مجازی درس کرده است که نغمه وفات کرده است، ولی این خبرها کاملا خبرهای دروغ و بی‌بنیاد بوده است. نغمه زندگی خوش و آرام را با دخترانش در امریکا دارد، ولی مدت زیاده می شود از راه هنر موسیقی دوری گزیده. و دلیل دوری نغمه مریضی وی بوده است، ولی من آرزوی شفایاب شدن برای این بانو از بارگاه عزت الله یزال خواهانم. دوستان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال خواهانم. تا درود دیگر امیدتان را به الله منان سپرده موفق باشید.